ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ابوعلی ابن سینا. ابوعلی ابن سینا متفکری ابدزنده. هرچند که از فعالیت وزیری او معلوماتی خیلی کم دسترس شده است، ولی یک موضوع روشن است که او در امور دولتداری علم و سیاست را با هم پیوسته برای جاری کردن نظام عدل و انصاف کوشیده است. محض به همین سبب اشخاص منفعت‌جوی و ظالم به نابود کردن او عزم نموده این مرد پاکرو و پاکمنش را 2 بار گرفتار حبس ساختند. رساله هایی که او در محبس تألیف کرده است گواهی مبارزه های بردوامش برای تنتنه عدالت و خرد می باشد. اندیشه های پرحکمت ابن سینا درباره سیاست، اخلاق و تشکیل و تدبیر عائله یک قسم مهم آثار او را تشکیل داده امروز نیز قابل توجه و استفاده می باشند. شیخ رئیس درباره تربیت سیاستمداران نیکسرشت و فاضل که شهرداران را به کارهای خیر راهنمایی کنند، اهل جامعه را سعادتمند نمایند، همدیگر فهمی و متفقی را در بین مردم گسترش دهند، عقیده های سالم و آموزنده بیان داشته است. او برای نائل شدن به این مقصد تعلیم و تربیت را در عائله که آن را حوزه خردی ملکداری می حسابد وظیفه بغایت مهم پدر و مادر می شمارد. عقیده های ابن سینا عاید به تعلیم و تربیت در عائله و جامعه در زمان استقلالیت کشور ما اهمیت خاصه دارند، زیرا در شرایط بنیاد دولت دموکراتی و جامعه شهروندی در برابر معیارهای بین المللی دولتداری معاصر ما عنعنه‌های ارزشمند تربیوی و اخلاقی را نیز باید همچون عنصر غایه ملی استفاده نماییم. ابن سینا در اثرهای خود به جا آوردن احترام زن مخصوصاً مادر را از صفت‌های مهم تربیت اخلاقی می شمارد. با قول او در عائله آزاد نگاه داشتن زن، مهربان و حلیم و خاکسار بودن مرد باعث حرمت و احترام دو جانبه و بلندی شرافت آنها می گردد. او به زنان در برابر تربیت فرزند آموختن هنر و به مهنت سودبخش مشغول بودن را توصیه می دهد. صاحب کسب و هنر شدن زنان به اندیشه سینا آنها را از بیهوده نشینی، افسرده حالی و دلتنگی می رهاند و به زندگی عائلویشان حسن تازه می بخشد. پاکی اخلاق زن و شوهر، احترام صمیمانه آنها و تربیت عاقلانه فرزندان در تعلیمات ابن سینا مقام ارزنده دارد. ابن سینا به نقش علم و معرفت در تربیت فرزند بهای بلند داده تأکید می کند که هر قدر شخصان صاحب معرفت، چاره‌سازان و هنرمندان زیاد باشند، کارهای دولتداری، استحصال نعمت‌های مادی و ثروت‌های روزگار همان قدر بهتر و بیشتر می گردد. اندیشه هایی که او به صفت یک برنامه مکمل در کتاب‌های شفا، القانون، تدبیر منزل افاده کرده است، در حل مشکلات مکتب و معارف، تربیت معلم و آموزش و پرورش شاگردان امروز نیز اهمیت خود را از دست ندادند. از این لحاظ هم برای طبیبان، هم برای مربیان و معلمان و هم برای کارمندان ساحه تربیت حقوقی دستورهای او را آموختن و وابسته به شرایط تعلیم و تربیت امروز استفاده کردن به پیشرفت ساحه معارف و عموما تربیت جوانان مساعدت خواهد کرد. برای انسانیت عقیده های اخلاقی و اجتماعی ابن سینا امروز هم ارزش خود را گم نکردند. در جهان معاصر که روند گلوبالیزاسیا مشکلی های نو ایجاد کرده است، اندیشه ابن سینا درباره ضرور بودن وحدت و همراهی انسان ها، دعوت به همکاری و کمک به همدیگر، پیش گرفتن راه عدالت و انصاف و مراسای مدارا بیشک به تلقین آرمان های آسایش و امنیت همگانی بشریت هماهنگ است. او بر حق تاکید میکند از بس که جامعه زاده همکاری و همراهی است، به کسی نیاز دارد که قانون و عدالت را مقرر نماید و چنین کس باید امکان توسط سخن به مردم مراجعت کردن را داشته باشد و مردم را برای رعایت قانون عهده‌دار سازد. ابن سینا برای از بینظامی
و بی‌سروسامانی حفظ کردن جامعه سروری عاقل و آگاهی را لازم می‌داند که مردم را به راه درست راهنمایی کند و انصاف و عدالت را پشتیبانی نماید. ضمناً باید گفت که ابن سینا نه تنها با اندیشه‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسیش بلکه توسط نظریات طبیش نیز جاودانه و ابدزنده است.